خب در بخش اول نحوه استفاده از دستورالعمل رو با هم مرور کردیم. در این بخش من میخوام در رابطه با نحوه پرداخت و تسهیلاتی که در رابطه با پرداخت مالیات در تبصره دیده شده اون رو توضیح بدم. کلیه مؤدیانی که در واقع از فضای تبصره برای پرداخت مالیاتشون استفاده میکنن به دو دسته تقسیم میشن. اگر اینکه بدهی دوره قبل داشته باشن، حد اکثر میزانی که میتونن مالیاتشون رو تقسیط کنن 5 قسطه. اما اگر بدهی قبلی نداشته باشن، در حالتی که از چک الکترونیک استفاده بکنن، میتونن مالیاتشون رو در 15 قسط مساوی پرداخت بکنن. و اگر که چک الکترونیک در اختیار ندارن، میتونن بیان در 10 قسط مالیات عملکرد 1402 شون رو پرداخت بکنن. در فضای تبصره همچنین امکان این که بتونن بدهی دوره قبلشون رو به صورت تقسیطی پرداخت بکنن فراهم شده و اگر که چک الکترونیک داشته باشن، میتونن بدهی دوره قبلشون رو هم حد اکثر تا 6 قسط پرداخت بکنن. بنابراین اگر بدهی از قبل وجود نداشته باشه، امکان تقسیط بلند مدت براشون فراهم هستش. پس اگر مؤدی بدهی دوره قبل داره، برای اینکه بخواد از این تقسیط بلند مدت استفاده بکنه، لازم هست که اول بره تعیین تکلیف بکنه بدهی دوره قبلش رو و بعد بیاد از مزایای تقسیطی که در عملکرد 1402 هست استفاده بکنه.